در شرایط جهانی شوی و رشد علم و تکنیک امروزها انسانیت به دستاوردهای بزرگ نائل گردیده است که علم معاصر تمامی نیازمندی‌های انسان را هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی برآورده ایستاده است. متاسفانه در جامعه ما باز هستند نفرانی که در میان مردم زمینه‌های اساسی پیدایش خرافاتگرایی، تعصب، تفریقه اندازی، تقلید و تندگرایی را به وجود می‌آورند. خرافات پرستی برای نسل امروز و فردا تأثیر منفی داشته خطری بزرگی در پی دارد که انسانی خرافات پرست به عملهای بی‌عقلانه و بی دلیل تکیه کرده آن را مورد باوری و اعتماد قرار می‌دهد. چنانچه یک طایفه شهروندان همچون اشخاص گمراه به اصطلاح کار افتاده و مشتری که بازار کاهنان را گرم نگه می‌دارند به وعده‌های بی اساس شخصان جادوگر و سحرگر، فالبین و جادوبرار و این گونه اشخاص مردم فریب که گویا می‌توانند با اجرای عملهای خویش آینده درخشان را تأمین کرده و تقدیر را تغییر دهند باور می‌کنند. دوام هفته جاری در روند مبارزه بی‌امان ضد این گونه عملهای خرافاتی و مردم فریبانه از جانب کارمندان میلیتس ولایت ختلان باز یک چند حالت مشغول شدن شهروندان به سحر و جادوگری و فالبینی آشکار و معین کرده شد. اینها کوچر و زولخمار سال تولدش 1959 زاده و استقامت کننده ناحیه قبادیان دهه زرکمر. شربت و رازی اما سال تولدش 1978 استقامت کننده ناحیه بلجوان دهه توپخانه. رستم و آیدین سال تولدش 1979 استقامت کننده ناحیه جیهون دهه جویبار. محمد رحیمов اسد سال تولدش 1959 ساکن ناحیه جلالالدین بلخی دهه ینگیار. آدینه و زلیخا سال تولدش 1988 ساکن ناحیه خاولینگ محله هشتم مرد. سبحان و نیلوفر سال تولدش 1993 ساکن ناحیه کوشانیان دهه وحدت. احمد جانف مختار سال تولدش 1957 استقامت کننده ناحیه جیهون دهه سامانی. عبداللهیف محمدالله سال تولدش 1960 ساکن ناحیه خاولینگ محله دشتی کوک. توش مراد و عزیزه سال تولدش 1977 ساکن ناحیه کوشانیان دهه حیات نو. ضمنی از نظرگذاری منزل‌های استقامتی دستگیر شدگان مقدار زیادی اشیاءهایی برای سحر و جادو و فالبینی استفاده شونده، شمع و اسپند، دایره، تازیانه، همچنین رسم‌های با سوزن سوراخ شده شهروندان، ورق پاره‌ها با نوشتجات عربی که در اکثر حالت خودی ساحر و فالبین معنی نوشتجاتش را نمی‌داند. دلیل‌های خرافاتی به مانند چیلبند، چشم بند، کرخط، تومار، تشتاب، آب قیترمه و غیره همچون دلیل شیعی دریافت و مصادره کرده شدند. هر جایی چی نوشتگی برای دیو و پرین چینه، برای ترس و برای کمخویی هم خیلی نوشتگی هست. اینایی چقدر برای دیو و پرین چینه را کم کم همتر میزدم تمام. همین مومگی میکنم تمام. ایده چراغش گیرانه ایده تصدیقاتی میبینم یا را قیترمه میکنم. امروز ها مردم سالم فکری جامعه را میباید در یک جایگی تمامی عنصرهای خرافاتی در ذهن بعضی از اشخاص ناآگاه رشد یافته را ریشه‌کن کرده به عملهای قلابان و مردم فریبان نقطه گذاشت، زیرا با بیسوادی، خیال پرستی، جهالت و خرافات جامعه به جای نمی رسد و نائل گردیدن به دستاوردهای نظررس در عرصه‌های مختلف حیات غیر امکان است.